من خدمت هموطنان عزیز بیننده های گرامی آرزومند هستم که جور و صحتمند از تمام مشکلات زندگی در امان باشید. امروز ما آمدیم به یکی از مکانهای بسیار جذاب، سرسبز و دیدنی ایالت ویکتوریا. بسیار یک جای زیبا سرسبز هست. خواستیم از این مکان زیبا برای شما یک ویدیو بسیار جالب بسازیم. امید که از دیدن این ویدیو خوشتان بیاید. قوطی های عسل طبیعی در اینجا کنار سرک گذاشتین. اینا را قیمتش هم نوشته کرده. کسی که دوست داره موتور خود استاد میکنه از این عسل ها میگیره و قیمت هم عسل که نوشته است پیسهش در اینجا میپردازه. اگر در سایر کشورهای دیگه باشه مثل کشورهای افغانستان و ایران و پاکستان و هندوستان شاید هم کل عسل در موتور خود بندازه و بره نه پول پرد نه دیگه. اما چقدر مردم صادق هستن. عسل ها در اینجا گذاشتین. هر کس که دوست داشت استاد میکنه. از عسلا 1 کیلویی نیم کیلویی داره میگیره و پولش در نمیجا میگذاره میره به منزل خود ادامه میده. عسلای بسیار طبیعی نبره پر که در نمیجا 1 کیلویش $15 قیمت های نیم کیلویش هم است $10. عسل طبیعی است یعنی کاملا خالص هست. هیچ نوع تقلب درش صورت نگرفته. اسم این مکان است پاتوای فلای. بسیار که مکان سرسبز هست. درخت های بسیار بلند داره. خدمات درخت ها بسیار طولانی هست و بیشتر مردم در اینجا برای سیاحت میان. کشور استرالیا جاهای زیبایی برای سیاحتگری یا برای گردشگری داره. شما در هر گوشش که برین با مکانهای بسیار جذاب زیبا سرسبز رو برام میشین. لحاظا بیشتر گردشگران به شهر ملبورن یا ایالت ویکتوریا به خاطر گردشگری میاین.
یعنی بزرگیشان چقدر به حد بزرگ است که حتی 2-3 نفر هم که دستایشان با هم بتن دستایشان نمیرسن. به این اندازه قدرش بزرگ هسته. قدم زدن ما از اینمی نقطه که فعلا ما استادستم شروع شد برای هوا. یعنی هر قدر که ما شما قدم میزنیم همه به شکل گونه های هوایی هسته. دیگه پایین انبوهی از درخت ها هست. این قسم طراحی و دیزاین کردن که ما در بعض جایش امکان داره که رهروی که ما را میریم این هم کف به بالای درخت ها باشه. قدم که میزنی احساس میکنی که لرزش میکنه. اما پایین شما نگاه کنید قدر فرق هسته. فکر کنید که سر یک ساختمان بلند باشه. این درخت های دور بر ما بسیار بلند هستند دوستان. یعنی امکان داره که بلندی از اینا در حدود 100 متر باشه. از 100 متر هم بعضی هاش بیشتر هسته. این یک جایی هست که بسیار زیبا، بسیار قشنگ. قسمی که ما در فیلم‌های هندی می‌دیدیم گرچه که اونا صحنه‌های طبیعی نبوده، یعنی مصنوعی بوده جور کردن در کامera، اما در اینجا همه چیز که شما نگاه میکنید همش طبیعی است. هیچ نوع فریبکاری در کار وجود نداره. یک منظره زیبا از بالا که پایین نگاه میکنید چقدر قشنگ معلوم میشه. یعنی ارتفاع ای پل از سطح زمین چقدر بالا هسته. در مورد بلندی درخت‌ها براتون پیشتر گفتم دیگه، خودتان نگاه کنید از پایین تا بالا. ما فعلا در کمر درخت‌ها قرار داریم، اما نقطه بلندیش هنوز تمام نشده. آهسته آهسته ما که میریم چون ارتفاع بلندتر شده میره. اگر این درخت‌ها در افغانستان باشه از یک دنیا از این امکان داره که بر یک خانه دستک جور شود، چون بسیار یعنی طولانی هستند. هیچ نوع کاغچه درشان دیده نمیشن که لیس هستن. تختک اگر جور بین تختکاش همچنان بسیار همطور شفاف بردار میآید. چون خانه های افغانستان اکثریتا چوب میدارن، البته ده اطراف. قمک میبینین ما میخوایم که بریم در بلندترین نقطه امی مکانی که فعلا ما قرار داریم. شما در پشت نگاه میکنین ما دونمونجا میخوایم که بریم بالاشیم، یک سلسله با هم بریم و از بالا این طبیعت زیبا را تماشا کنیم.
ما فعلا در بلندترین نقطه همین جنگل ها فعلا قرار داریم. با وجودی که ما در بلندترین نقطهش آمدیم هنوزان درخت ها از ما بلندی داره. زمانی که به طرف پایان نگاه میکنی شما آدم سایه میکنه و سر چرخک میزنه. به حد ارتفاع درخت ها زیاد هسته. شما پایین نگاه کنین که اصلا ما 2 دقیقه پیش دونو قسمت بودیم و از اونجا فعلا آمدیم بالا. زمانی که انجر مرتبا اینجا مصاحبه چی کنیم، یعنی با حساب بگویم چی میگن، مقایسه کنیم، این امروز راه رو از این برجک تقریبا در حدود 100 متر ارتفاع داره. زمانی که شمال شروع میکنه این همین جایی که ما ساده هستیم این قسم میشه فکر میکنی که پایین میفتی. درختها همونطور به نظر آدم فکر میکنی گرد در خورده میره، چون ارتفاع بسیار بالا هست، ارتفاع جام هم زیاد بلند هسته. شمال یا کمتر تکان میده، یعنی ثابت نیسته، یعنی متحرک است، کمتر حرکت داره. فکر میکنی که پایین میفتی، سر آدم تو دور میزنه. پایین چقدر چقدر هسته. واو. Thank you. ساده که پایینش آدم سایه میکنه، هست در انسان میده. اتفاق بسیار بلند هست. Thank you. چقدر خوشایند هست، چقدر جذاب و دیدنی هست. دیگه این طبیعت هست، سعی کنید که درخت های بزرگ انبوهی از درخت ها هست، بسیار یک طبیعت زیبا داره. اما هیجان و ترس هم درش زیاد هست. کدام طرف بریم؟ اینجا که با هم بریم از این طبیعت، از این سرسبزی، از این زیبایی دیدن کنیم. Let's go. This place is very, very beautiful and fantastic.
بعضی جاها در اینجا سایبان زدن، یعنی بعضی وقتا اتفاق میفته که بارندگی شدتش بیشتری بشه. شما میتونید هم در این قسمت و در بعضی قسمت دیگه هم بر چند دقیقه یعنی هم رفع خستگی کنین، هم منتظر باشین تا که باران استاب شود. در ابتدا براتون گفتم که بعضی از قسمت ها درخت ها هم کف این پل هوایی هست، یعنی شما نگاه کنید این درخت ها را، اما بعضی هاش هنوزم ارتفاعشان از سطح پل بالاتر هست. فعلا در اینجا که مثلا دوستا بعضی از دوستا را میرن، یعنی جمپینگ کرده میرن، بسیار خوشایند، بسیار بر آدم لذت میده، اما در کنارش هم یک نوع ترس بر آدم ایجاد میکنه. مثلا کسایی که سنشان بالاست در اینجا میان یک نوع استرس می داشته باشند، زمانی که قدم میذارن این پل به این شکل جمپینگ کرده میره. با طبقه جوان خب مشکل نیست، اما کسایی که سنشون بالا هسته ما یک ذره خطرناک است برشان. در اینجا که من قدم میزنم فعلا نم باران بسیار آهستگک میایه، قدرشان بسیار کوچک هست، یعنی مثل که استوبکی میخیزین از خواب در موسم بهار طرف زمین ها که میرین بسیار یک بوی خوشگوار به دماغتان میخوره، شما حس میکنین، بوی میکنین. اینجا هم یک حسی را بر آدم میده. این آنتنه که شما دوستان میبینین یک نوع مخابره هست. زمانی که در اینجا شما میبینید اگر خدای نخواسته یک اتفاقی برای شما رخ میده، مریضی برتان پیش میشه یا شما ضعف میکنین، میتونین این بدن شما فشار بدین، آن واحد میاد به کمک شما و شما را از اینجا انتقال میتن، با خود میبرن. بیا که با هم بریم. در پایین چقدر یک راه زیبا برای ماشینکا است، چون تیم سکیوریتی از اونا در همین جنگل اونا گردش دارن و جنگل از زیر کنترل خود دارن. زمانی که مردم بر سیاحت اینجا میگه اگر کدام اتفاقی برشون خدای نخواسته رخ میده، اونا میتونن که اونا را بدترین وقت از اینجا انتقال بدن با ماشینایی که در دسترس با خود دارن. 4-5 دقیقه پیش ما در اون نقطه که شما در تصویر میبینید در اونجا بودیم. فعلا پایین شدیم میریم به سمت‌های دیگر از این مکان.
چقدر یک درخت‌های بزرگ چه یک منظره زیبا و این جایی که من استاده هستم کف زمینه که شما میبینین یک نوع جال انداختین. این جال به خاطر انداختین زمانی که اگر بارندگی میباشه یا رطوبت اینجا چون بیشتر هسته اینجا تر میشه امکان داره که آدم بلخشه. به خاطر انداختین که از لخشیدن جلوگیری کنه. شما نگاه کنید اگر نباشه مثل که در سر پوست که لپایت بیام تو لخچک میخوری این چیز در اینجا اتفاق رخ میده. به مخاطر اینا جالا را انداختین که از اتفاقات ناگهانی خودداری کنن یا جلوگیری نمایند. راحت قدم میزنی هیچ احساس ترس نداری. اگر این نباشه انسان بعد از بسیار دقت را بره. اینم امروز صدای آبی که ما در ارتفاع بالا قرار داشتیم صداش میامد. زمانی که ما پایین شدیم با امی آب روبرو شدیم. بسیار یک آب شفاف، پاک، طبیعی. آبشان فکر کنم که آب چشمه باشن چون استرالیا برفباری نداره، آب برف هسته اما به احتمال بیشتر که آب چشمه هسته. مایه هم درش هسته در این آبا. غذایی که ما اردر دادیم فعلا غذای ما آماده است. اگر غذاش حلال هست هم حلال داره هم غیر حلال. اون هر کس نظر به ذوق و علاقه‌اش اگر میتونه که اردر بده و غذای حلال یا غیر حلال نوشیدن کنه. چون ما مسلمان هستیم برای ما غذای حلال خوب است. مسیر رو همونطور منزل میزدیم که یک مکان زیبا جذاب سرسبز بسیار خوش آمد. در اینجا موتور استارت کردیم و از این طبیعت خواستیم که لذت ببریم و چای سبز همراه بیسکیت، چای سبز افغانی هیلدار همراه بیسکیت بسیار کیف میکنه. جای شما دوستا خالی بسیار یک مکان در مجموع هم مکان ها زیبا بود و این مکان بیشتر بدل ما شش و در اینجا ما موتور استارت کردیم چون باش کدام یک گلاس چای نوش جان کنیم.
مسیر را باز یک جای بسیار قشنگ زیبا طبیعت شما خودتان ببینین. بسیار یک طبیعت دیگه همونطور دلنشین. پایین شدیم و خواستیم از یک کلبک کوتاه بگیریم. ما فعلا به منطقه اپالابای رسیدیم. سرک مکان زیبا جذاب دیدنی است. در اینجا رستوران ها هتل‌های فراوانی هست. ما هم خواستیم که امشب در اینجا یک اتاق مطالعه بگیریم و شامل سفری کنیم. فردا اگر خواست فراوان بود باز بریم سمت خانه. سرک مکان سرسبز تفریحی و نزدیک به بیچ هست. شاید در تصویر به شما معلوم شده نشد، اما بیچ بر ما بسیار نزدیک است. تقریبا 2 دقیقه با بیچ فاصله داریم. دوستان عزیز، در اخیر برنامه قرار داریم. ناگزیر هستیم که همراه شما نازنینان خداحافظی کنیم. تا برنامه بعد شما را میسپارم به خداوند پاک. اوقاتتان خوش. لایک، سابسکرایب، کامنت یادتان نره. بای.